سلام خیلی خوش اومدید. خدا قوت به همه. مرسی، ممنون. جهانشاهی هستم، شهره. علاقه من به موسیقی، به صدا، آواز فوق‌العاده زیاده. بخوام علاقه بعدی رو بخوام تقسیم بندی کنم به کتاب. دنیا پر از رنج است، اما با این حال درختان گیلاس شکوفه می‌دهند. راستش صدا یه پل ارتباطیه به نظر من با کسی که میخوام باهاش صحبت کنم و حالا حتی صحبت عادی و روزانه یا اینکه یه صحبتی که میخوای تأثیرگذار باشه. این تأثیرگذاره خیلی برای من مهم و هست دیگه. کلامم جوری باشه که تأثیر رو هم بذاره. خواستم که بیشتر به حالت در واقع یه خورده حرفه‌ای‌تر بخوام برم جلو. پیشنهاد دادن که با خانم رنجبری عزیز یه ارتباطی برقرار کنم و اون ارتباطم ثمرش این شد که من بیام خدمت شما. و این تازه شروع ماجراست، شروع داستان زندگی من، زندگی تو، زندگی هر کدوم از ما میتونه باشه و چیزی که وجود داره، چیزی که دیده میشه. من فراتر از این ذهن هستم. راستش رو بخواید چیزی که تغییر کرده تو صدا و بیان من یه جور آگاهی برام اومده. یه جور این که الان موقعی که دارم صحبت میکنم، حتی یه صحبت عادی، آگاهانه این کار رو انجام میدم. یه عذرخواهی میکنم، یه هوشیاری اومده برام، یه لذتی اومده همراهش. این رو دارم تجربه میکنم. من اگه امکان داره اینجا رو کات بدین، من شعرها رو بدم بخونم، اشکال نداره. همینطوری بودم. من همینطوری بودم. به نظر من حالا با توجه به دوره‌ای که گذروندم فکر میکنم که داشتن احساس، اشتیاق خیلی مهمه. خیلی خیلی مهمه. یعنی اگه نباشه شما یه متن رو فقط داری روخوانی میکنی و فکر میکنم احساس و اشتیاق خیلی اهمیتش پررنگ‌تر. در این صندوقچه بسته شده سالها رویش گرد و خاکی نشسته. ما کمکتون میکنیم شما این گرد و خاک رو از روی صندوقچه پاک بکنید و اون واژه‌هایی که یادتون رفته رو دوباره یادتون بدید. دیگه قبلی براش ندارید. این نکته دیگه این که مدت زمانی سخنرانی بداهه کوتاهه. من واقعا سپاسگزارم از اینکه بنده رو میشنوید. این رو صمیمانه گفتم و قلباً. موضوعی که میخواستم بگم راجع به خودمون هست و راجع به دوره‌ای که ما میگذرونیم. قبل دوره یه جور ناآگاهی دیگه، یه جور اینکه شما آگاه نیستی، یه جور اینکه نسبت به این حالا مهارت آگاهی نداری. این حالت بودم، تو این حالت بودم، یه حالت گنگ بودن بود. ولی بعد دوره اون حس توانمندی رو الان احساس میکنم و حس قدرت رو.